طراح و صحیفه‌بند هفته‌نامه تاجیکستان امید سلطانوف در روزهای عید نوروز در بازار مرکزی ایسور 1,000,000 را با $3,000 پول و حجتو پیدا کرده به صاحبش برگردانیده است. امید سلطانوف به همکارانش از سامانه پرس تیجی چگونه یافت شدن بسته دلار و به صاحبش برگرداندن پول و حجتها را نقل کرده گفته است که این حادثه روز 23 مارس وقتی روی داد که امید با اهل اویلش برای تجلیل عید نوروز به خانه بیبیش به شهر ایسور رفتند. ماشین را در نزد بازار مرکزی ایسور ماندم تا مادرم در آمده خرید کنند. خودم با فرزندان خردسالم در داخل ماشین نشستم. ناگاه نظرم بیرون از ماشین به همیان روی زمین افتاد. گرفتم و در داخل ماشین حساب کردم که $3,000 یک مقدار سامانی و شناسنامه است. نقل کرده است امید. بعد تقریبا 10 دقیقه او در بیرون زنی را دید که با خاطر پریشان از آدمان رهگذر همیان گم شده را میپرسید. چون دیدم که با لباسهای عزاداری است دلم سخت سوخت و نزد ماشین دعوت کردم. تمام چگونه گم شدن همیان را پرسیدم. همش را راست گفت. همیان را با تمام مبلغش به این زن برگرداندم. او خرسند شد و برایم $100 هدیه پیشنهاد کرد اما نگرفتم. معلوم شد که شوهر این زن چند پیش از عالم گذشته بوده است. او نقل کرد که در مرکز شهر ایسور زندگی میکند و این مبلغ‌های قرض است که باید به صاحبانش برگرداند. این زن بعد نگرفتن $100 خانه بیبیم را پرسید. در جواب کوچه عینی گفتم. دوام داده است نقلش را امید. او میگوید وقتی به خانه بیبیش رفتند و این حادثه را در خانه بیبیش نقل میکرد، مرد درشان را تق تق زده و یک پوچه گوسفند در دست وارد خانه شد. این مرد امید را دیده گوشت گوسفند را داده است و برای جوانمردیش عرض سپاس کرده است. امید از این مرد نام اون زن را پرسیده است و مرد گفته است که اپای گلبیبی نام دارد. او درباره کی بودن اون زن که $3,000 پول گم شدهش را برگرداند همین قدر میداند. بسیاری ها در زیر این خبر با امید سلطانوف برای چنین جوانمردی آفرین خواندند و نوشتند عمل خیر هیچگاه بی پاداش نمیماند. به عقیده بسیاری ها در شرایط افت به شدت ارزش‌های اخلاقی و دور شدن مردم از فرهنگ فرق کردن حرام و حلال، جامعه امروزه تاجیکستان به جوانمردهای به مثل امید خیلی نیاز دارد.